باید انجام بدیم و انجام خواهیم داد. حتی تو قانون برنامه هفتم هم اینو تا حدودی آوردیم و دولت رو موظف کردیم این اتفاق بیفته. قدم اول این بود که ما کاری بکنیم چون بیشترین دغدغه‌های این عزیزان در سنین بازنشستگی بیماری‌ها و ناخوشی‌هاشونه که اونها رو به صورت تکمیلی در سیستم دولتی بتونن هر نگرانی که داشته باشن بدون که هزینه‌ای برای اینا تحمیل بشه خدمت داد و مشکل حداقل از نظر سلامتی هزینه سلامت برای بازنشستگان به هیچ وجه وجود نداشته باشه. بحث دوم این بود که ما به اصطلاح بر اساس تورم حقوق اینا رو افزایش بدیم تا بتونیم مشکلات اینها در رابطه با قدرت خریدشون متعادل با اون تورمی بشه که تو کشور به وجود میاد. و سومین مسئله هم اینه که در کل دنیا هم به این شکل هست. در سنین بازنشستگی یک سری تسهیلات رو در رابطه با حمل و نقل، در رابطه با مسافرت‌ها، در رابطه با گردش‌ها به اینها تخصیص میدن که اینا بتونن حداقل باقی مانده عمرشون رو از لذت ببرن و بتونن در سفرها و مسافرت‌ها از اون بهره ببرن. در اینجا میشه در این رابطه اون کارا رو انجام داد. تنظیمگر که شما فرمودید این سیستم مجموعه اون نیازهای اینها رو اصولا باید یک یک ببینیم. یکی سلامت